فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بیننده دیگری پرسیدن با 4 شماره 3109 4 شماره آخر. سلام علیکم حضور برادران گرامی. اگر کسی از اثر سجده بر چهرهش نمایان باشد و مردم خیلی از او میپرسند که آن چیست، این نفر برای اینکه دچار ریا نشود چه پاسخی بدهد؟ از نظر شرعی ریا در واقع حرام هست و ریا به معنی خودنمایی هست، یعنی خود رو نشان دادن، کاری رو که انجام نداده یا انجام داده تظاهر میکند که من این عمل رو انجام دادم تا اینکه دیگران اون رو ببینن. این معنی ربا هست، معنی ریا. اما این که فرض بکن یک شخصی مثلا میگه من به مسجد نمیرم به خاطر اینکه ریا میشود، مردم منو میبینن میگن فلانی در واقع نمازگزار هست، این در واقع معنی ریا نیست. این یک حکم شرعی هست و خطی است که شما باید این کار رو انجام بدید، ولو این که به شما گفته بشه که ریاکاره، ولو این که مردم ببینند که شما دارید نماز بخونید، بلکه حکم شرعی اینه که باید مردم ببینند که شما نماز بخونید تا اینکه در واقع مورد اتهام قرار نگیرید. و این اثری که در پیشانی به وجود میاد، این اساساً و این تعبیری رو که درباره اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم هست که آثار سجده در چهره هاشون نمایان هست. محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الكفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من الله و رضوانا سیماهم فی وجوههم من اثر السجود. سیمایشون در چهرهشون نمایان هست، یعنی اثر سجده در چهرهشون نمایان هست. بیشتر مفسرین در این زمینه نظرشون این است که این سیما و این نشانه سجده نورانیتی هست و روشنی هست که در چهره انسانهای مسلمان و نمازگزار حاصل می شود. معنیش این نیست که پیشانیشون سیاه میشه و کبود میشن به خاطر سجده. وگرنه ما علمای بسیار بزرگواری رو داریم که فرض کنیم 60-70 سال عمر مبارکشون هست و هر روز نماز میخونند و من سراغ دارم بسیاری رو که نه تنها نمازهای فرض و سنت رو پایبند هستن، بلکه نمازهای تهجد ایشون به هیچ عنوان قضا نمیشه، اما هیچ گونه کبودی تا حالا در چهرهشون در پیشانیشون دیده نمیشه. و اثر نماز گذاشتن تنها این نیست که چهره و در واقع پیشانی انسانی سیاه بشه. و به یاد یک جمله افتادم از، اگر اشتباه نکنه، از امام مالک رحمت الله علیه و بسیار از بزرگان ما این گونه بودن، خصوصا در زمان قدیم، مثلا که سجاده‌ای که بود مثلا روش نماز می‌خوندن از حصیر بود یا روی در واقع زمین اگر نماز می‌خوندن در صحرای جایی بودن، یک خرقه‌ای رو داشتند که اینو میانداختند، ولی اینکه کل بدنشون رو این مسلح نبود، حداقل برای چهرهشون میگذاشتن اینو که به اصطلاح این اثر نکنه بر چهرهشون. تیکه پارچه کوچیکی بود. فکر کنم امام مالک رحمت الله علیه می‌فرمایند که من نمیدونم در این زمان آیا سرها سنگین شده، این تعبیر ایشون هست، من نمیدونم که آیا واقعا کله و سرهای مردم امروزه سنگین تر شده یا اینکه زمین خشن تر شده که میبینیم که بسیاری این پیشانیشون در واقع کبود و سیاه میشه. اما واقعیت تلخی که وجود داره خیر قابل انکار هست، بسیاری از مردم عمدن این کار رو میکنن، فقط میخوان تظاهر بکنن به اینکه من زیاد سجده کردم. میبینیم که مثلا پیشانی خودشون سیاه میکنند یا با نمیدونم وسایلی که هست با بازنجان داغ یا به هر صورتی که این در واقع از ریا هم فراتر هست و یک نوع تدلیسی در این زمینه است. بالفرض اگر این سیاهی هم که در سیاهی نسبی و کبودی نسبی هم که در پیشانی برخی از مسلمانان ایجاد می شود، این بر اساس یک حساسیت پوستی هست که در واقع ایجاد میشه. این لازمش حتما این نیست که انسان حتما این فرض زیاد نماز خونده که در واقع پیشانیش سیاه شده. ایشون میتونند، خب یعنی موادی هست در این زمینه، کرم هایی وجود داره و موادی که این اثر کبودی رو از چهره کاملا میسودند و بیرون میکنند. بالفرض این که این برادر خودمون یا بیننده عزیز یا هر فرد دیگر زیاد نماز خونده باشه و به ناخواسته پیشانیش هم کبود شده باشه، این هیچ گونه اشکالی رو نداره و هیچ گونه ریایی هم نیست، چون که غیر ارادی بوده و طبیعی نبوده، به صورت که خودش خواسته باشه نبوده، پس بنابراین گناهکار نیست و به هیچ عنوان این جزء مصادیق ریا هم شمرده نمیشه. البته میتونن با مراجعه به پزشک همین یک کبودی رو که در چهرهشون هست اینو میتونن که معالجه بکنن.